فرزند من هیچگاه گرسنه و لوچ نمیماند، خداوند رازق است و فرزند من همه چیز میرسد، تنها مهر پدر نمیرسد. شوهری که زن نکاحی خود را با زنا تهمت میکند، با گپهای اپش گوش کرده فرزند حلالی خود را حرامی میگوید و از فرزند خود روی میگرداند، خداوند با آن خیل شوهر چی مناسبتی دارد؟ استاد التماس کمی هم که باشد در این خیل آدم ها سخن گویید، آنها را نصیحت کنید. ممکن که یعنی من در بین زنهای مسلمان نشسته باشد و نصیحت‌های شما را شنیده خطاگی خود و دادرش را فهمد و حس مسلمانی در او بیدار گردد. و استاد شما در حق من دعا کنید، شاید که دعای شما و گوش پروردگار مهربان رسد. یعنی خواهر گویم یک مصیبت خیلی وزنینی که جدا شدن، خانه ویران شدن، خیلی البته مصیبت وزنینی هست. و این شخصی که زن خدا تهمت میکند و میگوید فرزند تو حرامی است و تو مثال زناکار و دیگر هستی، حبیب خدا یک حدیثی دارد، اجتنبوا سبع الموبقات، شما از 7 چیزی که هلاک تان میکند در دنیا و در آخرت شرمنده تان میکند، از این 7 چیز دور باشید. یکی از اونها چیز؟ قذف المحسنات المؤمنات الغافلات. یکی از اونها تهمت کردن زنی که وای بیچاره درک ندارد، نه به زنا نزدیک شده است، نه فرزندش از راه حرام است، فقط و فقط در تهمت گرفتار شده است. حبیب خدا گفت این تهمتگر از جمله این 7 نفری هست که در دنیا و در آخرت وای هلاک می شود. وای در پیشگاه پروردگارش برای این جنایتی صادر کردهش، برای این تهمتی کردگیش البته جواب میگوید. لیکن گویم آن اپایی که یا دادری که یعنی با این کار دست دادن، از زن جدا شدن، من برای تو زن میدهم، تو را صاحب زن میگردانم، یعنی اینها گویم اینم نشانه ایمانداری نیست، اینم نشانه مسلمانی نیست. مسلمان ها چگونه که من در جمعه گذشته برای شما کمی از مهربانی، کمی از اتفاقی مسلمان ها صحبت کردم، باور کنین این نشانه ایمانداری نیست. حبیب خدا میگوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان ندارد یکی از شما تا زمانی که آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد برای برادر مسلمانش دوست ندارد. آیا همین اپایی که گوییم این دادر خدا خانه خراب کرد، خانه جدا کرد، آیا وی دوست می‌دارد که خواهر او را داماد اونها به این احوال اندازند؟ آیا دوست می‌دارد؟ البته دوست نمی‌دارد. مادامی که خانه ویرانی خواهر خودت را دوست نمی‌داری، باید خانه ویرانی دختر همسایه را برای خودت روا نبینی. این نشانه ایمانداری ما و شما است، این غمخواری است. باور کن این دشمنی است، این کینه است، این حسد است، این بدبختی است که ما و شما نسبت کلین و نسبت گویم دختر مردم و ما و شما گویم دختر همسایه است، دختر عمکمان است، دختر یگان برادر مسلمانمان است. این گونه گویم عملها را وقتی که ما و شما جاری میگردانیم، این نشانه بی ایمانی و ضعیف ایمانی ما و شما را نشان میدهد. بسیار نیک می شود که اگر همون اپه است، دادر است، وقتی اگر صحبت ما را شنود و حیات اینها را برقرار کند، و خدا قسم در نزد پروردگار اجر خیلی جزیل را، یعنی گویم بی نهایت یک اجر کلانی را برخوردار می شود. وقتی که با یک خانه را شما گویم که چیکار میکنین؟ باز پیوست میکنین. در اسلام دروغ گفتن حرام است، لیکن برای یک زندگی را برقرار کردن باور کنین حبیب خدا اجازت میده که دروغ گویید تا که زندگی یک زن و یک مرد یک جای شود. حال آنکه خداوند ویل برای کاذبان، ویل برای دروغگویان خوانده است. دروغگو را حبیب خدا منافق گفته است،
لیکن در حالت برقرار کردن یک زندگی اسلام رخصت میدهد که شما دروغ استفاده برید. برای همین اگر این خواهر است، این اپه است، اگر این زندگی را برقرار کند انشاءالله در نزد خدا ثواب خیلی کلان میگیرد. السلام علیکم داملای محترم. ما زنها یک سوال داریم. همه میگوید که زنها را با مسجد آمدن درست نیست، یعنی با نماز جمعه. با این سوال جواب گویید. اگر امکانیت باشد برای زنها یک جای معین کنید. التماس خواهش زنها هست. یعنی این مسئله در اداره مفتیات حل شدگی بود. گویم یک گروه عالم های تاجیکستان یک جایه شدند و فرمان صادر کردند که یکی از آن فرمان ها این آمدن زن به نماز جمعه ناجایز است، گفتند مکروه است. یعنی در خانه پیشینش خواند. این یک گروه عالم های تاجیکستان فتوا دادگی هستند. از این خاطر یعنی ما گویم برای شما یگان جای آماده کردن ده شرایط هم نداریم و تا زمانی که باز این عالم ها اگر فتوای صادر نکنن برای آمدن زنها، باور کن از دست ما چیزی نمی آید.